دوستان عزیز، بعضیا متاسفانه تا هنوز هم از اهل سنت، از علما، از دعوتگران، از عموم اهل سنت فکر میکنن که گویا بعضی از اینها حالا میان لعن میکنن، نفرین میکنن، توهین میکنن و این عقیده عموم شیعیان نیست. بعضیا فریب خوردن، بعضیا خب یک سری وابستگی ها دارن. حتی بعضی از علما و دعوتگران اهل سنت هم اونایی که مثلا در داخل ایران هستن خب مجبورن، برای اونا عذر قائل هستیم. اونایی که در خارج از ایران مثلا در تاجیکستان و در افغانستان و جای دیگه هستن و از این نظام و از این باور و از این دین، از دین رافضه‌گری دفاع میکنن، حتما یک مصدر رزقی برایشان از طرف ایران و از طرف سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های اونها تعیین شده. خب نمیخوان که این رزق و روزیشان از طرف اونها قطع بشه. هر آخوند و ملای سنی رو دیدید که سر منبر یا در مجالس یا در سخنرانی‌هاش یا در مجالس خصوصی از ایران دفاع میکنه، از شیعه دفاع میکنه و برای اینها عذر قائل میشه، بدانید که حقوق بگیر و مزدور رژیم آخوندی ایران است. این که دیگه باید برای همه شما عزیزان ثابت شده باشه. اما اینکه آیا این توهین‌ها و اهانت‌ها ریشه در اعتقاد مذهبی اینا دارد یا یک بیماری روانی است که اینها گرفتارش هستند، در این مورد انشاءالله از مصادر اینها، از کتب اصلی اینها یک سری وثائقی است که انشاءالله در این برنامه خدمت شما عزیزان نشان خواهیم داد. و در طول تاریخ اسلام شما ببینید هر شخصیتی رو که به اسلام خدمت کرده باشه، اینها اون رو مورد هدف قرار دادن. نه تنها صحابه، بلکه تابعین، بلکه خلفا، بلکه امرا، پادشاهان، امپراتوری ها، هر کسی که به اسلام خدمت کرده باشه مورد طعن و لعن این جماعت قرار گرفته باشه. این یک واقعیت است. این یک حقیقتی است که یک مروری بکنید در تاریخ اسلام تا امروز شما این رو حتما خواهید دید. هدف اینا چی است؟ هدف اینها انتقام گرفتن از اسلام است، انتقام گرفتن از قرآن است، انتقام گرفتن از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چون اینا تظاهر به اسلام وقتی که میکنند، اصلا مؤسس این فرقه و این اعتقاد رافضه‌گری میدونید که شخصی است به نام عبدالله ابن سبع یهودی، تظاهر به اسلام کرد. اول یهودی بود، بعد همون اعتقادی رو که در یهودیت داشت مبنی بر امامت بعد از موسی علیه السلام، همین رو به این دین منتقل کرد و قائل به امامت اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. بعد از اون اعلان براءت از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شیوه و راه و روش خودش قرار داد. خب یهود که میدونید از صدر اسلام تا امروز با اسلام و مسلمانان مشکل دارن، چون یهود به دست اسلام بساط اینها برچیده شد از جزیره العرب و این عقده های روانی و این کینه های درونی که در یهود وجود دارد دقیقاً به اینها منتقل شده است. حتی بعضی از عبادت های اینها، بعضی از باورهای اینها دقیقاً کاپی پست از دین یهودیت و نصرانیت یا مسیحیت تحریف شده است و از هر مناسبتی هم اینها استفاده میکنن به خاطر ضربه زدن به اسلام به وسیله هدف قرار دادن صحابه. چرا حالا صحابه رو هدف قرار میدن؟ چون که خب اگر قرآن رو هدف قرار بدن که چهرهشون آشکار میشه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مورد هدف قرار بدن، خب همه اینو میشناسن. میان چیکار میکنن؟ کسانی که قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما رساندن رو هدف قرار میدن. شما الان تصور بکنید ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و یعنی بزرگان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیده بن جراح، همه کسانی که خدمت کردن، فتوحات اسلامی رو انجام دادن، دین رو به ما رساندن، مورد لعن و نفرین اینها قرار گرفتن. هدف چی است؟ هدف این است که امت اسلامی رو نسبت به قرآن و سنت پیامبر چی کنن؟ دلسرد، بیمیل بکنن. برای امت اسلامی نسبت به قرآن و سنت شک ایجاد بکنن. الان شما تصور کنید مصحفی رو که شما دارید میخوانید به نام مصحف عثمانی معروف است. چرا بهش میگن مصحف عثمانی؟ چون این مصحف رو در زمان سیدنا عثمان همین به این شکلی که امروز میبینید
جمع‌آوری شد، ترتیب شد، نوشته شد. اولین بار مصحف به این شکل نوشته شد و در سراسر کشورهای اسلامی که تا اون موقع فتح شده بود، تا ایران و افغانستان و سراسر شمال آفریقا و اینجا، این مصحف توزیع شد. به خاطر همین بهش میگن مصحف عثمانی. حالا برید شما مثلا در دین اینها ببینید که نسبت به عثمان رضی الله تعالی عنه چه اعتقاد دارن. بدترین و زشتترین و رکیکترین اهانت‌ها و توهین‌ها رو به سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه انجام میدن. الان وقتی که شما بخواید یعنی کتاب‌های اینا رو مطالعه بکنید، حرفای اینا رو قبول بکنید یا متاثر بشید از باورهای باطل اینها، آیا نسبت به این قرآن اعتماد در وجود شما باقی میماند؟ آیا شک و شبهه ایجاد نمیشه در درونتون که خب مادامی که این قرآن رو همچین اشخاصی که این صفت‌ها رو دارن برای ما رسانده باشن، این واقعا این صحیح و سالم به دست ما رسیده؟ به خاطر همین است که عموم شیعیان، یعنی مذهب شیعه، من نمیگم عامه شیعه، شاید الان یکی بیاد زنگ بزنه بگه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، ما اصلا قبول نداریم. اوکی، تو قبول نداری پس تو سنی هستی، شیعه نیستی. چون وقتی تو شیعه باشی باید اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشی. این جزء اصول مذهب شیعه است. چون بزرگان اینها، علمای اینها، کتب اینا میگه که قرآن تحریف شده. قرآن 17,000 آیه بوده. صحابه اومدن این قرآن رو تحریف کردن، به 6,000 خورده آیه تقلیل دادن. شما باید اینو قبول بکنی. وقتی شیعه هستی باید اینو قبول بکنی. اینو قبول نکنی شیعه نیستی. پس وقتی که در مورد صحابه شک و شبهه ایجاد کردن، قرآن یعنی به شکل اتوماتیک مورد شک و شبهه قرار میگیره. بعد از میریم سر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو کی برای ما نقل کرده؟ همین صحابه نقل کردن. در مورد صحابه هم شما رو به شک و شبهه میندازن. اینا منافق بودن، اینا این بودن، اینا این بودن، فلان بودن، این بود. خب وقتی در مورد اینها شما به شک و شبهه افتادید، آیا به سنت پیامبر اعتماد میکنید؟ هدف اینها صحابه نیست. صحابه یک وسیله است برای زدن قرآن و سنت. صحابه یک وسیله است برای از بین بردن اسلام. و در طول تاریخ، من بارها این رو ذکر کردم، در طول تاریخ هر موقعی که شما ببینید که مسلمانان و کفار وارد جنگ شدن، وارد درگیری شدن یا کفار به سرزمین‌های اسلامی حمله کردن، شما یک رافضی رو پیدا نمی‌کنید که در کنار مسلمان‌ها ایستاده باشه. همیشه با کفار همکار بودن، همیشه با دشمنان همکار بودن، همیشه بر علیه مسلمان‌ها با اونها همدست شدن، چه آشکار چه پنهانی. هرگاه حکومت به دست اینها رسیده، پنهانی با دشمنان اسلام برای مسلمانان اینا اتفاق کردن، همکاری کردن، در از بین بردن اسلام کمک کردن به دشمنان اسلام. در طول تاریخ شما یک منطقه‌ای رو نمی‌بینید که یک دهی رو رافضی‌ها رفته باشن از دست کفار فتح کرده باشن، یک سرزمین اسلامی که اشغال شده باشه اینا رفته باشن در اونجا جهاد کرده باشن. هرگز در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید. فاطمیون و آل بویه و صفویون و حکومت فعلی ایران و هر موقع اینا که با قدرت رسیدن به اسلام ضربه زدن، به مسلمان‌ها ضربه زدن، در کنار کفار ایستادن. حتی به خاطر منافع دولت‌هایی که تشکیل دادن، شیعیان رو هم قربانی کردن. حزب الله رو قربان کردن، بشار اسد رو قربان کردن، حوثی‌ها رو قربان کردن. الان هم دارن با کفار سر یک میز مذاکره می‌نشینن. براشون مهم نیست. مهم این است که اون قدرت و اون پول و منصب و اون متاع دنیا برایشون بمونه. حتی شیعه هم قربان میکنن. عموم شیعه رو دائما فروختن اینها. اهل سنت که در قدم اولا فروخته شده توسط، در طول تاریخ این کار اینها انجام دادن.